همه میگن نباید وارد اون خونه میشد، اما وقتی یه صدای گریه از زیر زمین اومد نمیتونست بی خیال بشه. چراغ قوه رو برداشت و رفت پایین، ولی چیزی که اون پایین دید هیچ کس باورش نکرد. نام داستان زیرزمین نفرین شده. من تازه خونه ای رو خریده بودم که سالها خالی مونده بود. خونه بیرون شهر بود، وسط یه زمین وسیع با درختای خوش و دیوارهای تاریخ خورده. صاحب قبلیش گفته بود فقط یه شرط داره، شبها به زیر زمین نرو. اون موقع خندیدم، فکر کردم یه خرافاته، ولی اون خنده دوام زیادی نداشت. شب اول وقتی داشتم میخوابیدم صدای آروم کوبیدن از کف زمین شنیدم، مثل اینکه یکی با انگشت به چوب میزنه. تق تق تق. ایستادم. سکوت. دوباره تق تق تق. رفتم پایین. هیچ کس نبود. در زیرزمین قفل بود. صبح با کلید اصلی رفتم پایین. هوا بوی نمداده میداد و نور زرد لامپ کوچیکی به سختی فضا رو روشن میکرد. یه اتاقک بود با یه آینه قدیمی. هیچ چیز خاصی نبود، فقط روی دیوار با خط سیاه نوشته شده بود بر نگرد. اون شب صدای تق تق دوباره شروع شد، اما این بار همراهش یه صدا می اومد. یه صدا که اسم منو صدا می زد. آرمان، پایین بیا. نفس هام سنگین شد. گوشیام رو برداشتم تا ضبط کنم. رفتم نزدیک در زیر زمین. صدا واضح تر شد. آرمان، کمکم کن. در رو باز کردم. نور چراغ قوه رو انداختم پایین. هیچ کس نبود، اما یه سایه روی دیوار حرکت میکرد. همان موقع گوشی از دستم افتاد و ضبط صداش روشن موند. وقتی صبح فایل ضبط شده رو گوش دادم، صدایی که شنیده بودم صدای خودم بود، با همون تون، با همون تپش نفس. و آخر ضبط یه جمله اومده بود که یادم نمی اومد گفته باشم. من بالا هستم، اون پایین من نیستم. ترسیده بودم، ولی مغزم نمیذاش قبول کنم واقعا اتفاق افتاده. 3 شب بعد تصمیم گرفتم برم ته زیر زمین ببینم اون صدا از کجاست. رفتم پایین. چراغ چشمک میزد. آینه اونجا بود. توی آینه یه نفر بود با همون لباس، همون زخم روی دستم، ولی اون لبخند میزد. اون دستشو دراز کرد و گفت بالا رو به هم بده، نوبت توی بری پایین. قبل از اینکه بتونم فرار کنم نور خاموش شد. وقتی چشم باز کردم خودم بالا بودم. زیر زمین تاریک بود و حالا صدای تق تق از زیر پام می اومد. توی کامنت ها واسم بنویس چه اتفاقی ترسناکی توی زندگی تو برات اتفاق افتاده. لایک و کامنت و دنبال کردنم یادتون نره. فعلا.